ادامه پند و عبرت‌ها از قصه عجیب قرآنی داستان یوسف نبی علیه السلام. عبرت هفتم، خداوند می‌فرماید: وجاءوا على قمیصه بدم کذب. و پیراهن یوسف را با خون دروغین آغشته کرده به نزد پدر آوردند. دوستان گرامی، شخصان جنایتکار دروغ پیشه در هر دور و زمان برای روپوش نمودن جنایت‌های خود هر گونه وسیله ها را استفاده برده ساختکاری ها می کنند تا مردم آنها را شخصان بیگناه پندارند. عبرت هشتم، خداوند می فرماید: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. و کاروان آمد و آباور خود را سوی چاه فرستادند. چون ستیلش را به چاه انداخت، یوسف را به بالا کشید. به شادی گفت: مژده باد، این یک پسر بچه است. برادرانش یوسف را در چاه انداختند تا بمیرد، اما خداوند او را به تخت مصر رسانید. خواستند او را از آغوش پدر دور سازند و خود آنان محبوب پدر شوند، ولی تا به آخر یوسف محبوب پدر و هم محبوب همه مردم گشت. او را به غلامی با چند دینار فروختند، ولی او صاحب همه خزینه های مصر گشت. آنانی که او را روزه در چاه انداخته بودند به نزدش کمک پرسی آمدند. دوستان عزیز، دنیا همچون چرخه است و احوال آن همیشه در حالت تغییر یافتند. هر سختی در پسش آسانی دارد و هر محتاجی بعدش بی‌نیازی. آن نفری را که خداوند لطف و عنایت کند هیچ کسی به او زیان رسانیده نمیتواند و برخلاف میل دشمنانش در آخر خداوند او را به عزت و دولت میرساند. عبرت نهم، خداوند میفرماید: قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یوسف گفت: پروردگارا، زندان برای من محبوبتر از این عمل است که مرا به سوی آن دعوت کرده ایستادند. زندان ها تنها جسم و بدن آزاد مردان را از آزادی محروم می سازد، ولی روح و روان آنها حتی در داخل پنجره ها نیز آزاد و در پرواز است. گناه و معصیت چنان بد است که شخص با تقوا برای به آن نیفتادن آماده است همه سختی ها را تحمل نماید. نه هر شخصی که به زندان می افتد شخصی بد است. حتی پیامبران و نیکان با تهمت های ساخته تاریکی های زندان را دیده بودند. عزیزان دین، سلسله برنامه عبرت ها از قصه یوسف علیه السلام ادامه دارد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهبانتان باد.